أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که خودشون منتسب به اسلام میکردند و با عبادت‌های بزرگشون از اسلام خارج شدند، امثال خوارج، امثال غلات، امثال شماها که اصل سبعیه دارین، پس چطور کسانی که راجع به مشایخ خودشون غلو کنند، راجع به علی بن ابی طالب غلو کنند، راجع به حضرت مسیح غلو کنند، راجع به هر پیامبری غلو کنند، راجع به انسان‌های نیک یک نوع الوهیت بهشون بدن، هر چی صفات الهیه بهشون بدن. یا سیدی فلان منو کمک کن، منو رزق بده، یا سرور من، یا آقای من منو کمک بده، رزقم بده، من در جوار تو هستم، من در پناه تو هستم. همه اینها شرک و ضلالته. خداوند پیامبرانشو فرستاده فقط که تنها او ازش پیروی بشه، تنها او عبادت بشه، نه کسان دیگه به شریک قائل بشن. نه مسیح، نه ملائکه، نه بت‌ها، نه ائمه، نه پیامبران. ولی پیامبر نمی‌فرستاد. تازه اونا چی میگفتن؟ مشرکان مکه میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینا رو عبادت نمی‌کنیم مگه که ما رو به خدا نزدیک کنن. اما این آقایون چی میگن؟ نه، حسین خودش خداست. حالا حسین زنده بود، اولین کسی که شما گردنشو میزدید شما خودتون بودید. برای که حسین مقابل یزید وایستاد. تازه یزید پشیمان شد، تازه یزید دستور قتلشو نداده بود، عبیدالله بن زیاد خوش‌شخصی کرد و یک آری در خاندان اموی گذاشته شد رو سر این کار که در نهایت سرانجامشون یعنی از بین رفتن به خاطر این ظلم. اما شماها چی؟ آیا کسی در مقابل شما یک صدمه حرف حسین علیه السلام بزنه شما قبول میکنید؟ آیا محترمی در تهران کتاب آیه قرآن پخش میکرد رفتن گرفتنش بردنش بازجویی؟ آیه قرآن ها، نماز جمعه رو تعطیل میکنن. اینا مسلمان ها؟